این قسمت خرید چیزایی که لازمشون نداریم ولی خریدشون خیلی خوشحالمون میکنن. مثلا جای براش سیلیکونی که روش براش حک شده، قطعا اصلا نمیتونه چیز مهمی باشه تو زندگی من ولی خیلی میتونه منو خوشحال کنه. 2 لیپ گلاس ویکتوریا سیکرت با طعم نارگیل. 3 آخرشم که فکر کنم برای من هدیه گذاشتن، یک عدد ریمل ابرو هستش. مرسی از لطف و محبت شما دوست عزیزم.